تو این ویدیو میخوام به صورت کامل یه فرصت کارآموزی ریموت و با حقوق ماهانه توی سازمان ملل رو باهاتون مطرح بکنم. اگه از ریل اینستاگرامم به اینجا رسیدین میدونین که قبل از اینکه من این فرصت رو معرفی بکنم به تیم استخدام این کارآموزی ایمیل زدم که مطمئن بشم که آیا ایرانی ها هم میتونن توی این کارآموزی شرکت بکنن و اپلای کنن و از داخل ایران این کارآموزی رو انجام بدن یا نه، که توی این ویدیو جواب دقیق سوالات شما رو بهتون میدم، شرایط این کارآموزی رو توضیح میدم و اینکه چطور اپلای بکنین. و همینطور یه نکته مهمی که توی مراحل پر کردن فرم درخواست حتما باید رعایت بکنید تا کیس شما از پروسه بررسی خارج نشه. اگه دنبال همچین فرصتایی هم هستین حتما الان سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. سوال اول اینه که آیا ایرانی ها میتونن برای این کارآموزی اپلای کنن؟ جوابی که از تیم استخدام گرفتم این بودش که بله، ایرانی ها رو میپذیرن و از هر جایی که باشید میتونید از همونجا کار رو انجام بدید، حالا چه داخل ایران چه در کشور دیگه، به شرطی که اجازه کار داشته باشین. یه سوال دیگه اینه که آیا محدودیت سنی یا رشته تحصیلی وجود داره؟ از نظر سن هیچ محدودیتی وجود نداره. از نظر رشته تحصیلی هم همینطور محدودیتی نیستش، چون که این کارآموزی 8 حوزه کاری داره. شامل این موارد هستش: تحول سیستمی و نوآوری، اجرای برنامه و ظرفیت سازی، سیاستگذاری و حکمرانی داده، تحلیل و بینش داده، مشارکت ها و ارتباطات استراتژیک، بهره‌وری فرآیند و مدیریت منابع، طراحی و توسعه محصول شامل ابزارهای هوش مصنوعی و همینطور پژوهش و مدیریت دانش. همونطور که میبینین حداقل نیمی از این حوزه ها کاملا غیر فنی هستن. پس اگه فکر میکنین که این فرصت فقط مخصوص رشته های کامپیوتره، اینطوری نیستش. و یه سوالی که همه اکثرا دارن اینه که آیا این کارآموزی شامل حقوق ماهانه هم هستش و کمک هزینه بهش تعلق میگیره؟ بله، این کارآموزی حقوق ماهانه داره. کلاً این کارآموزی هایی که توسط سازمان ملل هستش کمک هزینه میگیرن، ولی هیچ رقم مشخصی رسما اعلام نشده که دقیقاً چقدره. مبلغ دقیق به 2 چیز بستگی داره: اینکه محل داوطلب کجاست، یعنی از کجا داره این کارآموزی رو میگیره، و اینکه این کارآموزی حضوریه یا به شکل ریموت و دورکاریه. طبیعتاً کارآموزی هایی که دورکاری هستش معمولاً کمک هزینه کمتری نسبت به حضوری ها داره. خود سازمان ملل نرخ‌های مشخصی برای هر کشور داره، اما خودش تا الان هیچ عدد دقیقی رو منتشر نکرده. پس اگه جایی هم رقم دقیقی دیدین بدونین که این تایید شده از سمت سازمان ملل نیستش. و حالا ببینیم که چه مقطع تحصیلی برای اپلای این کارآموزی لازمه. باید یکی از این 3 حالت رو داشته باشین: یا باید دانشجوی سال آخر کارشناسی باشین، یا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد باشین، یا دانشجوی دکترا باشین. یا هر کدوم از این 3 مقطع رو اگر فارغ التحصیل شدین باید کمتر از 1 سال گذشته باشه، یعنی بیشتر از 1 سال نباید شده باشه. یه نکته دقیق دیگه هم درباره این موضوع هستش که این محدودیت درباره زمان ثبت نام نیستش، در واقع از زمان شروع واقعی کارتون هستش. یعنی اگه انتخاب بشین باید توی همون بازه 1 سال کارتون رو شروع بکنین. یه سوال دیگه اینه که این فرصت رو کدوم سازمان اجرا میکنه؟ این فرصت رو برنامه توسعه ملل متحد اجرا میکنه که به اختصار بهش میگن UNDP و یکی از بزرگترین نهادهای توسعه سازمان ملل هستش و توی 170 کشور دنیا فعال هستش و حدوداً 17,000 نیرو داره. اسم دقیق این فراخوان همونیه که توی تصویر میبینین: کارآموزی دیجیتال، هوش مصنوعی و نوآوری، فراخوان جهانی 2026. این کارآموزی رو واحد دیجیتال و هوش مصنوعی و نوآوری همین سازمان اجرا میکنه. 100% ریموته، یعنی دورکاریه و حدود 3 ماه طول میکشه و تاریخ شروعش هم منعطفه. و اما مراحل دقیق این ثبت نام چیه؟ ثبت نام این فرصت 2 مرحله جدا داره و اگه فقط یکی از اونها رو انجام بدین پروندهتون کامل حساب نمیشه. مرحله اول از طریق پورتال رسمی UNDP هستش که باید اقدام بکنید و باید دنبال شناسه شغلی 33201 بگردید. حوزه کاری که باهاتون هماهنگ هست رو انتخاب میکنید و رزومه و کاور لترتون رو اونجا آپلود میکنید.
مرحله دوم و این دقیقا همون نکته‌ایه که اول بهش اشاره کردم توی اول صحبتم، باید یه فرم جداگانه هم توی ایرتیبل پر بکنید. این فرم توی متن آگهی معرفی شده و کاملا جداست از اون پورتال اصلی. اگر فقط پورتال رو پر بکنید و این فرم رو پر نکنید، پروندهتون ناقص میمونه و اصلا بررسی نمیشه. قبل از ارسال نهایی حتما چک بکنید که اسم و ایمیل و اطلاعات تحصیلیتون رو توی رزومه، توی کاور لتر، توی پورتال و همینطور توی فرم ایرتیبل دقیق پر کرده باشین و یکی باشن. و اینکه ددلاین این ثبت نام تا کی هستش. پذیرش این فراخوان به صورت پیوسته انجام میشه و چیزی که اونها اعلام کردن اینه که فرصت درخواست ها تا 30 سپتامبر 2026 باز میمونه و بعد از اون دیگه پذیرشی انجام نمیشه. ولی چون این پذیرش پیوسته است، هرچه زودتر اقدام بکنید بهتره و کسایی که در واقع قبول بشن ممکنه که هر زمانی بین الان تا آخر سال باهاشون تماس گرفته بشه که کار رو انجام بدن. اگه شرایط رو داشته باشم آیا قبولی من تضمینیه؟ نه، اینطور نیست. قبول شدن تو این مرحله فقط یعنی وارد یک استرخ مشترک متقاضیان واجد شرایط میشین، نه اینکه قطعاً کارآموزی رو میگینین. خود UNDP رسما میگه که داشتن شرایط مصاحبه یا قبولی رو تضمین نمیکنه. بعدش هر دفتر UNDP هر وقت که به یک در واقع اینترن نیاز داشت، از همون استرخ یک نفر رو انتخاب میکنه و اون رو در واقع به اون کار وصل میکنه. پس این رو واقع بینانه ببینین، نه اینکه به عنوان یک فرصت تضمین شده. آیا هزینه‌ای برای این ثبت نام باید پرداخت بکنم؟ خیر، هزینه‌ای نداره این کارآموزی و کاملا به صورت رایگان هستش. و سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا سابقه کار لازم دارم؟ اونم خیر، سابقه کار الزامی نیستش، ولی اگر داشته باشید براتون یک امتیاز اضافه محسوب میشه. خب تا اینجا من همه چیزو بهتون گفتم، شرایط کار، حقوقش، اون سازمانی که این فرصت رو اجرا میکنه و اون 2 مرحله‌ای که باید هر دوش رو کامل بکنید. لینک دقیق هر 2 مرحله ثبت نام رو براتون توی توضیحات زیر همین ویدیو گذاشتم، از اونجا میتونید بردارید. و اگه تو نوشتن رزومه و کاور لتر انگلیسی کمک لازم دارین یا میخواین قبل از ارسال در واقع پروندهتون رو یک نفری چک بکنه، میتونین به ادمین کانال تلگرام ما پیام بدین و لینک کانال توی همین توضیحات هست. اگه این ویدیو کمکتون کرد حتما سابسکرایب بکنید که فرصت‌های بعدی رو از دست ندید و اگر هم سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید.